مسئولین جمهوری اسلامی ایران میگوید که افغانستان حقابه ما را نمیدهد. در عین زمان واکنش سیاسی مسئولین افغانستان این است که ما حقابه ایران را میدهیم. در این بدبستان چه اختلاف وجود دارد؟ مگر امکان دارد که سر یک موضوع مشخص هم اتفاق نظر وجود داشته باشه و هم اختلاف نظر؟ در این معاهده چی نوشته شده که هر روز باعث اختلافات دو کشور میشه؟ آیا مسئولین ایران زیاده خواهی میکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، امیدوارم در هر جای دنیا که قرار دارید خوب و خوشحال و سالم و صحتمند باشید. دوستان عزیز، بحث حقابه جمهوری اسلامی ایران از آب دریای هرمن ریشه تاریخی دارد. اینجا در حقیقت ما میتونیم دو تا موضوع رو در نظر بگیریم برای بحث کردن و برای وضاحت دادن این موضوع. موضوع اول ریشه های تاریخی بحث است و موضوع دوم معاهده 1351 و چگونگی تطبیق و اجرای آن است. در بحث تاریخی که از نظر من به جمهوری اسلامی ایران ظلم شدن، افغانستان در زمانی که تحت حمایت دولت انگلستان بریتانیا بود، در او زمان بحث مرزها و موضوع مرزها پیش آمد. در یک معاهده‌ای که بین آقای گلدسمیت نماینده انگلستان او زمان با نماینده ایران معاهده امضا شد، البته تنها این معاهده نبود، معاهده قبلی هم که انجام شد یک قسمتی از خاک ایران در معاهده قبلی توسط گلدسمیت از خاک ایران جدا شد، جزء خاک پاکستان شد که زمان هند بریتانوی بود، و در معاهده بعدی که در سال 1251 انجام شد یا توافق شد، یک قسمت از خاک ایران جدا شده و جزء خاک افغانستان شد. این توافق برمیگردد حدود 150 سال پیش. در این توافق نامه، در این معاهده، آقای گلدسمیت 50% از آب هرمن را به خاطر اینکه ایران قبول بکنن این معاهده را که جزئی از خاکش جدا شود از بدنه کشور، 50% آب هرمن را متعلق به ایران می‌دانست. این معاهده انجام شد. بعد از اینکه مدت طول کشید، تقریبا 20 سال، حدود 20 سال کمتر و بیشتر طول کشید، دوباره بحث مرزها مطرح شد. بین دو تا کشور مرزبندی بکنیم که از کجا تا کجا حدود مرزی این کشورها باشه. باز هم نماینده انگلیس آقای مکمهان با همکارایش آمد، حدود مرزی ایران و افغانستان یک قسمتش مشخص کرد و در اون معاهده‌ای که آقای مکمهان اومدن امضا کرد، دوباره از سهم آب ایران کم کرد، 30% آب هرمن را متعلق به ایران می‌دانست. دولت ایران این معاهده را نپذیرفت و علیرغم اینکه خط مرزی مشخص شد، سهمیه آبی را که به دولت ایران تعلق می‌گرفت اینو قبول نداشت. بحث آقای مکمهان به حدود 130 سال پیش برمیگرده. این موضوع اختلافی بین دو کشور باقی ماند. این سالها باعث اختلاف و نزاع بین دو کشور بود تا اینکه در سال 1314 هر دو کشور توافق کردند که بیاین این موضوع اختلافی را و موضوع تعیین یا قسمت از مرز را بیاین به حکمیت دولت ترکیه واگذار بکنیم. دولت ترکیه همسایه ماست، روابط خوب با ایران داره، روابط خوب با افغانستان داره. به صورت قانونی، به صورت حقوقی به این موضوع رو بررسی بکنن، حدود مرز رو مشخص بکنن و حقابه دو کشور رو هم تعیین بکنن. در سال 1314 هجری شمسی نماینده ترکیه آقای فخرالدین آلتای آمد، اسناد تاریخی هر دو کشور رو بررسی کرد و از نظر حقوقی و از نظر سیاسی و جغرافیایی موضوع رو گرفت، حدود مرزی رو مشخص کرد. آقای آلتای 50% آب هرمن را، البته آبی که در مرز میرسه، نه آبی که سرچشمه شروع میشه، 50% آبی که به مرز ایران و افغانستان میرسن متعلق به دولت ایران است. این توافق نامه مورد قبول هر دو کشور قرار گرفت.
ولی افغانستان چون آب سرچشمه آب از افغانستان هست، در مسیر این آب کانال ها، بند ها و سد های ساختن. دوباره دولت ایران اعتراض کرد، این کانال ها و این بند ها باعث میشه که آب به مرز ایران نرسه یا حداقل از مقدار آبی که به مرز میرسه کاسته شد. موضوع دوباره اعتراض دولت ایران را به همراه داشت تا اینکه هر دو کشور دوباره به خاطر اختلاف آب اقدام کردن و هر دو کشور دو تا نماینده با صلاحیت تعیین کردن تا بین هم توافق کنند و مشکل آب مشترک هر دو کشور حل و برطرف شد. از طرف ایران مقام بلندپایه دولت ایران آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر او زمان بود. از طرف ایران آقای هویدا تعیین شد و از طرف افغانستان آقای موسی شفیق که نخست وزیر و رئیس الوزراء یا صدر اعظم افغانستان بود تعیین شد. دو تا نخست وزیر بین خود گفتگو کردن، توافق کردن و معاهده 1351 را با همدیگر نوشتن و امضا کردن و سپس در مجلسین هر دو کشور هم، یعنی شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی در ایران و مجلس پارلمان افغانستان رو به تصویب رساند. این معاهده قانونی که دو تا کشور توافق کردن. در معاهده 1351 که میرسیم به بحث اصلی خود، حقابه دولت ایران 26 متر مکعب آب در هر ثانیه است که سالانه حدود 820 میلیون متر مکعب میشه. اما یک موضوع دیگه هم آمدن، گفتن حقابه ایران در سال نرمال آبی 26 متر مکعب در آب است. بعد سال نرمال آبی به سال گفته میشن، در خود معاهده نوشته شده سال نرمال آبی سالی است که در رودخانه هلمند 5 میلیارد و 661 میلیون متر مکعب آب وجود داشته باشد. هرگاه در اثر خشکسالی آب دریای هلمند از حد نرمال تنزل پیدا بکنن، کاهش پیدا بکنن، حقابه ایران هم نسبت به اون کاهش پیدا میکنن. بنابراین ایران 26 متر مکعب آب در هر ثانیه و 820 میلیون متر مکعب آب در طول سال باید از دریای هلمند در سال نرمال آبی دریافت بکنه. این معاهده در سال 1351 امضا شد بین کشورها و مجلسین هر دو کشور هم به تصویب رساند. بعد از اون افغانستان تلاش کرد یک سد را تحت عنوان سد کمال خان اعمار بکنن، چون آبی که همینطوری از رودخانه میآیند دیگه قابل محاسبه نیست که در هر ثانیه چقدر آب وارد ایران میشوند. شروع کرد به ساختن بند کمال خان که یک سد را بسازن و از اون یک دریچه مشخص بگذارن، از دریچه حساب و کتابش در بیارن که مثلا ما مشخصا 26 متر مکعب آب در هر ثانیه باید سمت ایران رها بکنیم و بقیه‌اش از آبش استفاده بکنیم. بعد از افغانستان دچار هرج و مرج داخلی شد و سالهای سال دولت قبلی سقوط کرد، دولت بعدی آمد، دولت بعدی آمد، سقوط کرد، دولت بعدیش آمد، دولت بعدیش سقوط کرد، دولت بعدیش آمد. سالهای سال افغانستان دچار جنگ داخلی بود، دچار اختلافات بود، دچار مشکلات بود و این باعث شد که این سد کمال خان یا بند کمال خان سالهای سال طول بکشه و اعمار نشد. آب دریای هلمند بدون هیچ محاسبه سمت ایران می آمد تا اینکه در سال 1381 افغانستان با حضور آمریکا یک امنیت نسبی را تجربه کرد و این امنیت نسبی 20 سال همونطوری در جریان هستیم. آقای کرزی بعد آقای اشرف غنی آمد حکومت کرد و در این دورانی که نسبتاً آرام بود افغانستان پیشرفت داشت این پروژه بند کمال خان تا اینکه در زمان دوران حکومت اشرف غنی، آخرای دولت آقای اشرف غنی، بند کمال خان تکمیل شد و خود آقای اشرف غنی همونطوری که به سخنرانی خود گفتن حالا دیگر کلید این آب در دست افغان هاست. ما آب اضافی به ایران نمیدهیم، مقدار معاهده مقداری که در معاهده گفته شده آب به ایران میدهیم، بیشتر اگر بخواد
باید برای ما نفت بده تا ما آب بدیم. مائده هلمند مائده کل افغانا با ایران است. مشکل مائده نبود، مشکل تطبیق مائده بود. بعد از این کلی هلمند دست افغان است، با ایران تعهد خود اجرا میکنه، اما زیادتر از تعهد گپ مذاکره است که تیل را که بران عبو غوړه. این موضوع واکنش جدی جمهوری اسلامی ایران را داشت و مشکلی که آقای اشرف غنی داشت مشکل امنیت افغانستان بود. گروه طالبان در زمان پیشرفت های زیاد کردند و بعضی از مناطق افغانستان را تحت تصرف خود داشتند. یک مقدار خاک افغانستان دست طالبان بود و این طالبان به خاطر اینکه حکومت را از اشرف غنی بگیرن با دولت ها مذاکره میکرد و وعده های میداد که اگر ما به قدرت برسیم این وعده ها را عملی میکنیم. یکی از وعده هایی که طالبان با جمهوری اسلامی ایران در زمان داده بود که ما حقابه ایران را میدهیم و آب دریای هرمن را آزاد میکنیم. بدون اینکه هیچ توافق صورت بگیرن این وعده را طالبان به دولت ایران سپرده بود که ما آب دریای هرمن را برای شما آزاد میکنیم. طالبان تلاش هایی هم کردن برای جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران. حملات متعدد بالای بند کمال خان کردن تا اینا تخریب بکنن، از بین ببرن و دریا مستقیما به سمت ایران روان باشه. بعد از اینکه دولت اشرف غنی سقوط کرد و طالبان روی کار آمد، دولت ایران انتظار داشت شما وعده ای که برای ما دادین اون حالا عملی باید بکنین و بحث حقابه دوباره داغ شد. اما طالبان که او زمان وعده کرده بود ما آب دریای هلمند را برای شما باز میکنیم، طالبان هم تلاش کردن که طبق معاهده عمل بکنن، یعنی 26 متر مکعب آب را در هر ثانیه به دولت ایران تحویل بدن. طبق معاهده هم شاید کمتر در نظر میگرفت، چون میگفت خشکسالی اینا باعث شده که آب در دریای هرمن نباشه و این باعث تنش بین دو کشور شد. دولت ایران از دولت افغانستان دو تا حقابه مطالبه دارد. این موضوع نه تنها در دوره طالبان، حتی در دولت اشرف غنی هم باعث مذاکره دو کشور شده بود و میگفت که ایران دو تا حقابه سر افغانستان حق داره. در مورد هیرمند دو تا بحث داریم دیگه، یکی بحث حقابه طبیعت رو داریم و یکی بحث حقابه هامون رو داریم که باید به ایران بیاد. حقابه اول همون 26 متر مکعب آبی است که در هر ثانیه باید از هرمن به سمت ایران داده شود و یک حقابه دیگر ما حقابه طبیعت هست که هامون ها حقابه نیاز داره و ما باید طبق معاهدات بین المللی وقتی سرچشمه این آبها در کشور شماست باید این آزاد باشه و به کشور ما سهمی برسه. این مذاکره در دوران حکومت اشرف غنی جریان داشت که متاسفانه دولت اشرف غنی سقوط کرد و دولت طالبان هم دوباره موضوع حقابه را جدی گرفت. گفت حقابه شما 26 متر مکعب آب در هر ثانیه هست، ما بیشتر از این رو پرداخت نمی‌کنیم که دوباره باعث تنش‌های سیاسی بین مسئولین ایران و مسئولین افغانستان شد که همونطور که شما اینجا می‌بینید. من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن. از مسیر حقوقی و از مسیر سیاسی مسئله رو در دستور کار داریم. وجود داشته باشه و ندهند باید پاسخگوی. آقای رئیسی بسیار با لحن تون آمد موضوع حقابه را مطرح کرد و وزیر خارجه‌اش هم شدیداً پیگیر بود. آقای فومی هم نماینده رهبری در افغانستان موضوع را شدیداً پیگیری میکرد و از طرف دیگه هم که طالبان بعضی از طالبان افغانستان واکنش داد. چی میکنی؟ رئیس جمهور ایران اخطار داده که او ندادی ما حمله میکنیم. در هلمند او نیست که نماز لوگر شریف بر شب پاک میبریم.
خو اختار نت ما میترسیم باز. این یک بشکه به خدمت از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نمایند. در صورت هنوز هم ما طرفدار گفتمان در این راستا هستیم، ولی تهدیدات ولی الفاظ نامناسب را استعمال کردن بر خیر هر دو کشور نیست. اما آنچه طبق بررسی ها و اطلاعاتی که انجام شدن، کنفرانسی که در بین دولتین انجام شد، از نظر تخصصی اونا ادعا دارن، افغان ها ادعا دارن و نماینده افغان ها ادعا دارن که حساب و کتابی که ما کردیم حقابه ایران کاملا داده شده برشان، ولی ایران یک حقابه مازاد بر حقابه هرمن که 26 متر مکعب آب است از ما مطالبه دارن که نمیتونیم که اونا به دولت ایران بدیم، که این موضوع هنوز لاین حل مانده. و از طرف دیگه هم مسئولین افغانستان ادعا میکنن که شما یعنی دولت ایران چاه نیمه هایی در مرز نزدیکی مرز افغانستان ساختن که از طریق اون چاه نیمه ها و از طریق اون چاه های عمیق آب دریای هرمن رو میکشن و توسط واترپمپ ها به مزارع و کشتارهای خود پمپ میکنن و این خلاف در حالی که در اون معاهده آمدن که هر اقدامی دولتین انجام میدهد برای آب باید با اطلاع طرف باشد، در حالی که در این موضوع ما رو مطلع نکردن و ما از طریق عکس های ماهواره‌ای به این موضوع پی بردیم که جمهوری اسلامی ایران 4 تا چاه نیمه‌ای در مرز اعمار کردن که خیلی از آب، یعنی میلیون ها متر مکعب آب را توسط واترپمپ ها انتقال میدن به مزارع و کشتارهای ایران. این موضوع اختلاف است. حال با توجه به این اختلافاتی که وجود دارد، راه حل این مسئله چیست؟ از یک طرف ایران نیاز داره به اون آب، از طرف دیگر هم بند کمال خان ساخته شدن و افغانستان حقابه‌ای که میدن کفاف کشتارها و مزارعی که ایران به او سرمایه گذاری کردن نمی کنن. یعنی آب مورد نیاز ایران با اون حقابه تامین نمی شود. راه حلش این است که دستگاه دیپلماسی بین کشورها فعال شود، موضوع حقابه ایران را دوباره مذاکره بکنن و هم یک معاهده جدید، به نظر من یک معاهده جدید باید روی موضوع حقابه آب هرمن امضا شود بین کشورها تا یک مشکلات مرزی از طریق دیپلماسی حل شود و یک وقت خدای نخواسته منجر به تنش سیاسی، منجر به درگیری مرزی و منجر به اختلافات عمیق سیاسی بین کشورها نشود.